پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. السلام علیکم بیننده عزیزی ما، سلام می‌رسانیم. امروز هم در آقصای هستیم، در آن جای زیارتگاه با نفوذ و نامی جمهوری و جهانی، در یکی از آن جایهای زیارتی حضرت داوود برای تبریک کردن همدیهای خود تاشپولات بابا که امروز جشن زادروز دارند. می‌خواهیم از نام فرزندانشان تبریک گوییم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما عزیزان با هم بینیم و البته پیشکش شما کنیم. مانند هم روزه طریق آینه نیروگین همراه ما مهمان امروز این بزم زیبا میشویم. شما تیار می رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر مادران مهربان، سلام می‌رسانیم. همدیاران عزیز، زیارت‌هایتان قبول باشد. من امروز کافتا آمدیم آقصای با آماده یافتیم شمایان را. چقدر که امروز روزی خرسندی زادروز، روزی بسیار هم با نفوذ مولود خجسته خود را تاشپولات بابا زادروز گفته ایستادند. یک تا قصک میزنیم یا نامبر تکلیف میکنیم. مرحبا تاشپولات بابا، بید از جان ما قوتی دیر شده. تاشپولات بابا زادروز مبارک. روزی خرسندی را، تولد را، میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. البته خاله جان شما هم تکلیف میکنیم به ملال باشه. مگر مرحمت مدیر خاله، مرحمت. امروز روزی خرسندی است. البته امروز ما شما تبریک میکنیم از نام البته آن جگربندان، آن نهالانی که داوای است صاحبی میوه گشتند، صاحبی فرزند و نبیره ها گشتند. از نام تمام فرزندانتان، از نام لطیفکه، از نام شوکتکه، نیسایتی، شهردکه، نبیره ها، کیلین ها شما تبریک میکنیم. امروز روزی خرسندی مبارک. تاشپولات بابا حاضر از آمدن تاشپولات بابا میگویم سر خودم با خجالت شده است. چند با در آمده؟ نه چند با مانند؟ من از جای راه هم سینفا نشام از این تاقا چند با مانند؟ نه حالی 18 گویم اقلا صحیبی؟ امروز الان خیلی پر است دوستان و نزدیکانتان در اطرافتان پروانه باشد. همراهی خاله جان عزیز مدیر خاله عمری دراز نصیب کند، عمری درازی پرمضمون، حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن نصیب کند. چقدر که شما در دههای آهلیگ یک انسانی شناخته، یک انسانی خاکسار، در هر یک خاندان خدمت کردگی، دورتگار، یک دستشان پر از هنر. همه خاندان با از هر یک مردم پرسیم اگر شما را تعریف میکنند دستتان پر از هنر است. من فرزندها با این خیل هنر را آموزانده. بگذار این خیل روزهای خرسندی را باز 70 سال دیگرش را بینید. همیشه در سر فرزندها سایبان شده گردید. حاضر 3 پسر و 1 دختر گفتند که برای پدرم شعری زیبایتان هست، برایشان رسانید که چشمهایی از محبت نورشرار دارد پدر، مانند سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر، با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود، از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی، از سر جان عزیز خود گذر دارد پدر. در بنای خاندان بر شه ستون مانند همه، روزگار هستی ما را بسر دارد پدر. بر کمال فطرت او بر سر و باران آرد، در نهادش عالم فضل و هنر دارد پدر. حاضر فرزندان عزیز گفتند که ما فخر میکنیم که پدر ما را با مهنتی حلالشان، با دورتگری استاگی کلان کردند، از هیچ کس کم نکردند. من حاضر ما کسب پدر را از پسش هستیم، کسب پدر را وظیفه دار هستیم که نانمان حلال است. ما هم نیز از پس پدر فرزندانمان را با مهنتی حلالمان، با نان حلالمان با وی رسانده ایستادیم. بهر فرزندان عزیزتان میگویم که دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. بهره گیر از هر سخنهای فرنگانگیز او، زیر پایش سجده ها کن تو اگر داری پدر. امروز روزی خرسندی مبارک. البته مدیر خاله شکرانه میگویم فرزندها که مادر ما صحت سلامت در سر ما هستند، هیچ وقت خستگی را نبینند، در سر ما همیشه همراهی پدرم عمری دراز بینند. اگر ما از هیچ کس کم نیستیم و از همه بای هستیم. مادرم را دوست می‌داریم.
تا هستی ما در سر ما تاجی سر طلایی شده گردد. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. امروز در خاندان ما بیرام از 70 سالگی مچرشان را جشن گرفته ایستادیم. خدا کند که 100 سالگیشان را 120 سالگیشان را هر دو جشن گیرند و ما در اطرافشان پروانه و در خدمتشان باشیم. امروز روزی خرسندی و میلاد عمر بار دیگر تبریک میگویم. حاضر مدیر خاله یک خوش کرده تاجگل‌آدمک را تبریک میکنید. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. اولا بار به این زیارتگاه حضرت داود بابام خوش آمده. دلتان به چین نیت آرزوی هوس داشته باشد الهی جامعه عمل پیشد. من بابایم تاج‌پولاد بابا را با سن 69 سالگی تبریک و مبارکباد گفته. الهیم سر آیله‌ام به همه وقت ساخت گردن، سر بچه ها به پیری به دولت شوند، 100 ساله شوند، هیچ وقت درد نبینند. از خدا هزاران شکر میگویم. من هم امروز نقص در اطراف دسترخوان بچه هایم الهیم همه وقت ساخت سلامت کردند. عبداللطیف، شهرت، شوکت، زرنیسا، خیلی نام من به مور یاردم دادگی و حسد شدگیم به نگاه کرگی و 4 فرزندم کیلونها دخترم پسرها خدا رحمتی آیتیم شایر آیتیم قیم جان نادره کیلون ادیبه و همهشان تشکر میگویم. با دخترم موسومه نسیمه و شاهده غفاره و الهیم سرشان از سنگ شود هیچ وقت درد نبینند ساخت گردن. همه‌تان خوش آمدید. نوری دیده توجیه هزار رحمت. هیچ وقت خستگی را نبینید و بعد از امروز فقط انوخین در روزهای بزم زیبا و بزم جمشیدی شما اون را آمده تبریک کرده دیده به دیده رسیدن نصیب کند. حاضر در اینجا تحفه های ارزنده و زیبانه تیار کرده که من در دست نبیرهشان از همه کتاب قیمت بهاترین که بادام کتاب قرآن است. همه ما دست ما خالی باشند. یک تا قرصک میزنه میسپاره. مرحمت. مرحمت. مبارک باشد. نیومدی بی تو شب من تاریکه بابات باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسومی نویسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من مبارک باشد. البته حاضر در اینجا دوستان میخواهند تبریک گویند. مرحمت. اجازه تبریک کردنتان. مبارک باشد. تاج‌پولاد بابا من در اینجا یک روز دوستانتان همسنفان خطا نکنید. کلاستان کی بود؟ به خودتان بودید. از این تمامی یک تا خوشرکت تبریک میکنن. شعرش کتی مرحمت. من که تاج‌پولاد رو چی بگم 70 سال بازه دیر مزاره الهیم 100 داده روزوره سر بچه اکان تا سر ینگه الهیم دیاتو خوشه خرید حضیدی نکن نظر رو یکی از آن انسان های شناخته ای ما. یک تا خرسک زنیم جواب رو میشپارن. مبارک باشد.
مشتاقان عزیز من امروز روز تولد اکیم و توش اکیم الهیم توش اکیم تا بدنم یانگمون کاتیلر خوشا پیر شده دیوتو آدم چین نداره آدم پراتی کاری بچه‌ها نبرد چهره ایمورا بلی یا بلی تو چین نداره یانگمون کو آدم پراتی دیوتو الهیم تا بدره روزی بچه‌ها نبرد یا بلی تو چی آدم پراتی رحمت نمک در کامها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. السلام علیکم همه دوستان عزیز خویشاوندگان گرامی. من امروز در روز 70 سالگی توشبلاتان جمع آمدیم با این کسی از سلامتی عمری دراز از نام اهل عائله از نام اولادها قوت بردمم 100 ساله شوید یاتم بعد پیر شوید همه وقت همه خیلی خوشه پیر شده گرده حضوری فرزنده بینه رحمت البته شیرینی پیششون ما نزدیکتر میبیاریم. مرحمت تارت های زیبا را یک جایم میبریم همراهی مادر جانی عزیز. مرحمت مبارک باشد. مرحمت هر دیو ما کارت ها را میداریم شمسر خاموش میکنیم فکرده یک جایم میبریم تناول میکنیم فکرده شمسر مبارک باشد. صادرز مبارک. مبارک باشد. در سالا شوم بعد از آن پیر شوند. مبارک باشد. رحمت جا بیام خیلی پیش من با نامت چیتی ها؟ ملیکه بانو بابا جانش تبریک میکنیم می؟ مرحبا گلی بادم من ترک بابام بابام چای خورد من چای بابام بابام سکت رایم مبارک باشد. کنی تبریک میکردگی ها نبیره ها نزدیکتر میسته. مرحبا مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من امروز ما بر جشن 70 سالگی بابا جانم جشن ایستاده‌ایم. اجازه دهید من از این فرصت پرقیمت بابا جانم را با این روزی زادروزشان تبریک و تهنیت‌ها گفته بابا جانم عمری دراز رزق فراز آرزومندم. بابا جانم با آنا جانم خوشه پیر شده بر سر ماست نبره هایتان فرزندانتان کلونهایتان ساق و سلامت کرده. رحمت کنی اچاش کنی بابا جان هسته؟ کنی با تبریک میکردگی ها هستن می؟ از مهمان ها سر کرده میدی ها؟ محترم همگیاران عزیز من از این فرصت استفاده بودم تا شکلاتکم را با این روزی زادروزشان از صمیم قلبم تبریک و مبارکباد مینمایم. میخواهم با دوگانه منیره‌های خوشپیر شوند بر سر نبره ابره هاشون همه وقت ساق سلامت باشند. نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد با امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. تا توانی دوستان را گم مکن دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دکونه جان الهی صد بداره تا شکلاتکت یکات خوشپیر شوه پیر و به دولت شوه همه وقت صحت و سلامت باشه. تبریک میکنید.
تولد خوش آمده، خیر مقدم میگویم. السلام علیکم خویشاوندان عزیز. امروز که برادر ما زادروز دارم، من شخصا از نام خودم و از نام اهل عائله برادرم را تبریک و تهنیت ها میگویم. از درگاه خداوند کریم و این آدم صحتمندی، عمر دراز، خانه آبادی آرزو مندم. بگذار با همراه ینگمولان عمر دراز بینم، رزق فراز بینم، خوشا پیر شوم، پیر بدولت شوم. پدر سجدگاه خاندان، پدر ستون خاندان، پدر نصیحتگوی فرزندان، پدر مصلحتچی فرزندان. بگذار همه ما چی نیته که در اینجا آمدیم نیت کردیم، همه ما به نیت و آرزوی خود رسیم. رحمت اسکات میکنیم، دوام میکنیم. مرحمت سرودهای رقصی برای هر یکی شما میرقصیم، خرسندی میکنیم. زاد رزمون باش. دانم دوای چشمم گوش بودی
مشکل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبای من نیومدی بیسو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا همونسی که به یاد تو هر شب راستو می‌نویسم جای تو قلبم کاری عزیزم جیگر من سر من شب و بیا از توی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا از توی من دنیای من دلبر من تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست چیز دو دفترم از شب تو را میخوندم تو من بالا بگفتی که بها میمونم جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبهای من جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من محتاب مشکل شبهای من بله بله دوباره گوشم عاشقی رویت من بستنی رویت من گوشه رویت من سری زیبا عاشقی رویت من بستنی رویت من گوشه رویت من سری زیبا شاداری بدیلم شد روی زیبا داری منصور داداری بدیلم شاداری بدیلم شد عاشقی رویت من بستنی رویت من کشته رویت من سری زیبا عاشقی رویت من بستنی رویت زیبا
Hey, yar, yar, dildar, yar, dil
دل نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی او یار بیا مرخصی بستی و بستی دلم شکستی شکستی دلم شکستی مرخصی بستی و بستی دلم شکستی شکستی دلم شکستی عزیزم چه میخوری وقتی شب‌های دور نوری نگاری جانم آه نگاری میخوری و میخوری بستی و بستی مرخصی بستی و بستی دلم شکستی شکستی دلم شکستی و شما و رحمت کلون الهیم همه دختر فرزند و صد بدریات اما خدمت همین نابا باشه رحمت مقوی کنگیتون با علی رحمت من بیننده های عزیز، این بودن یک لحظه خرسندی زادروزی تاشپولاد بابا را با یک احساسات زیاد با یک خرسندی خوشبختی برگزار کردیم. آن لحظه ها را همراه شما با هم دیدیم. رحمت میگویم برای دقتتان. جامعه شهنان در این خیلی بزم های زیبا در خاندان شما نیز مهمان می شود. با ما باشد با شبکه شهنان زیاراتتان قبول شود. زادروز مبارک. نقش نه مایل سلامتی امان و رحمت. خیر بیایم ماتون. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما
زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشن زادروز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک ناله کنم نمیشه همدان بودم همیشه در تگ دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدان بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم